مسعود رئیسی فعال حقوق بشر حوزه سیستان و بلوچستان با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید آقای رئیسی. شما به نظرتون نکات برجسته صحبت‌های امروز مولوی عبدالحمید چه بود؟ در هفته‌های گذشته، ماه‌های اخیر در خطبه‌های نماز جمعه همیشه شاهد این بودیم که سخنان تند و تیز انتقادآمیزی متوجه مسئولین و جمهوری اسلامی کرده آقای مولوی عبدالحمید. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. به نظر من مولوی عبدالحمید موضوعاتی رو که جمعه ها مطرح میکنه بسیار هوشمندانه و بروز انتخاب میکنه. ایشون در جمعه گذشته بارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم علیه علی خامنه‌ای صحبت کردن، علیه سیستمی که در ایران در واقع حکومت میکنه انتقاد کرده بودند. چند روز پیش علی خامنه‌ای از نمایندگان تعریف کرده بود و انتقاد اونا رو یه جوری متلک توصیف کرده بود و نمایندگان مجلس رو افراد باسوادی معرفی کرده بود. این در حالیه که مولوی عبدالحمید معتقده که نمایندگانی که اکنون در مجلس حضور دارن همگی از یک تفکر هستن و یک تفکر نمیتونه نماینده همه مردم باشه. مولوی عبدالحمید امروز با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس به مشکلات و معضلاتی که اکنون جامعه درگیرشون هست اشاره کرد و اینکه نمایندگان چرا در اعدام‌های بی‌رویه‌ای که داره صورت میگیره، ما در همین کمتر از یک ماه اخیر از 9 اردیبهشت تا امروز 5 دست کم 33 یا 34 نفر از زندانیان فقط بلوچ رو شاهدش بودیم که در زندان‌های مختلف اعدام شدن. ایشون علاوه بر این که گفتن که به عدم در واقع صحبت کردن، پرداختن نمایندگان به این اعدام‌ها و بازداشت‌های فراقانونی، سکوت کردن، اینا در رابطه با این موضوع صحبت کرد. این سخنان مولوی عبدالحمید به نظرم پس از چند روز از اینکه حرفای مولوی علی خامنه‌ای در واقع اونجا مطرح شده بود نشون میده که ایشون به نحوه عملکرد کل نظام منتقد هستند و خواستار این که همه طیف‌ها باید در حاکمیت نماینده داشته باشند هستند. سپاسگزارم از شما مسعود رئیسی فعال حقوق بشر حوزه سیستان و بلوچستان همراه.